دوستان عزیز سلام، امیدواریم که لباس عافیت به تن داشته باشید. در این ویدیو کوتاه آموزشی تصمیم داریم تا یک سری لغات بسیار مهم و فوق العاده پرکاربرد زبان انگلیسی را خدمت شما تشریح بکنم. مجموعه لغات تحت نام بنان وکابولری که یا لغات های مربوط به کیله یا موز هست که به نهایت پرکاربرد و مفید هست. امیدواریم که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و از لغات های مفید زبان انگلیسی در این ویدیو استفاده خوب و اساسی داشته باشید. قسمی در تصویر هم مشاهده میکنید ما برای چیزهای خام در زبان انگلیسی میگیم unripe. اینجاست an unripe banana، یعنی یک کیله یا موزی پخته نشده یا نارس یا خام. و تصویر شماره دوم هست a ripe banana، یعنی یک کیله یا موزی پخته شده. تصویر شماره سوم هست an overripe banana، یعنی یک کیله یا موزی بسیار پخته شده. پس دقت کنید، سه لغات بسیار مهم و اساسی عبارت از unripe. برای چیزهای خام، میوه های خام ما میگیم unripe، نارسیده. برای چیزهای پخته میگیم ripe، رسیده. برای چیزهای خیلی تیر شده باشه، خیلی پخته شده باشه میگیم overripe. پس یاد بگیریم unripe، ripe و overripe. تصویر شماره چهارم هست to peel a banana، یعنی پست کردن یک کیله. پیل به معنای پست کردن. تصویر بعدی هست banana peel، یعنی پست کیله. ما برای پست یک چیز میگیم اسمش رو میاریم، مثلا میگیم orange peel، apple peel یعنی پست نارنج، پست سیب، و همچنین banana peel یعنی پست کیله. تصویر بعدی هست dried banana. dried banana یعنی کیله خشک شده. dry به معنای خشک، ایجی گرفته. dried banana کیله خشک شده. تصویر شماره هفتم هست مشت بنانه. مشت بنانه، مشت به معنای له شدن، مشت له کردن، له شده. مشت بنانه یعنی کیله‌ای که له شده باشه. تصویر بعدیش هست بنانه اسپلیت. اسپلیت در زبان انگلیسی به معنای دو نیم کردن، دو بخش کردن، دو شق کردن، یعنی کیله‌ای که دو بخش شده باشه، دو قسمت شده باشه، دو شق شده باشه. و تصویر آخریم هست بنانه اسلایس. اسلایس به معنای بریش بریش کردن، خیلی استفاده زیاد داره. برای بریش بریش کردن هر چیز میگیم اسلایس. بنانه اسلایس یعنی کیله‌ای که قطعه قطعه یا بریش بریش شده باشه. پس در این ویدیو ما چند لغات بسیار مهم را استفاده کردیم که عبارت از unripe، ripe، overripe، peel، dried، mashed، split و slice هست. امیدواریم که با تماشای این ویدیو توانسته باشیم بخشی از مشکلات شما در زبان انگلیسی حل کرده باشیم. به خاطر حمایت ما چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای مفید آموزشی دیگر نیز باشید. تشکر و سپاس از توجهتان.